مقدم با بابایش بی‌صبرانه انتظار اعلان نتیجه های قبول است. با امید ادامه تحصیل در دانشگاه دولتی آموزگاری او از ولایت سرخندریای ازبکستان به تاجیکستان آمده است. می‌خواهد تحصیلش را در بخش زبان‌های انگلیسی ادامه دهد. امتحان مشکل نبود. آسان. و زبان تاجیکی است؟ با زبان تاجیکی. اینجا با جایم دارد. خانه بیرون میستم. بعد ناکام شدن در دانشگاه دولتی ترمیز ازبکستان، مقدم به دانشگاه تاجیکستان حجت سپرد. به گفته او در اینجا شانس دانشجو شدن برایش بیشتر است. این امید هم امسال صدها نفر را مثل مقدم به دوشنبه آورد. خلق بسیار، اینستیتوش هم بسیار، لیکن جای نیست کم ده. برای همینجا آمدیم که بچه ها بسیار همین خواهش دارد، خواندن با بسیار خواهش دارد، لیکن وزمونست میگه تاجیکی امکانیت کمتر برای که اینستا کم هر سال شده ایستاده همین جمع کردن نمیتواند همش. امسال بیش از 2000 داوطلب از ازبکستان تنها به یک دانشگاه تاجیکستان، دانشگاه آموزگاری حجت سپردند. مسئولین میگویند در مجموع خواهشمندان تحصیل در تاجیکستان از کشور همسایه به طور بی سابقه افزایش یافته است. از 4000 داوطلب خارجی که به مکاتب عالی تاجیکستان حجت سپردند، نصف زیاد شهروندان ازبکستانند. اکثر آنهایی که میل تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان را دارند از منطقه‌های نزدیک مرزی و تاجیک زبان این کشور بودند. داوطلبان از جمهوری ازبکستان به همه اختصاص ما بیشتر به اختصاص تحصیلات ابتدایی، به اختصاص زبان و ادبیات روز، به اختصاص متماتیک. امکانیت بیشتر و نسبتاً آسان شامل شوی به دانشگاه‌های تاجیکستان و نرخ ارزان و نزدیک بودن راه بعد خوب شدن روابط میان تاجیکستان و ازبکستان صف دانشجویان ازبکستانی را در تاجیکستان زیاد کرد. مقدم باور دارد مناسبت میان دو کشور دیگر به تغییر و نرم باقی میماند و او و همسالانش میتوانند با دیپلم عالی و چون یک متخصص خوب بعد از چند سال به وطن خود برگردند.